حدیث قدسی: خدا همنشین کسی است که یادش کند. امام باقر علیه السلام فرمودند: موسی علیه السلام از پروردگارش سوال کرد: خدایا، تو نزدیکی تا با تو نجوا کنم یا دوری که صدایت بزنم؟ خداوند با او چنین وحی کرد: ای موسی، من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند. موسی گفت: چه کسی در پوشش و پرده توست آن روز که جز پوشش تو پوشش نیست؟ خداوند فرمود: آنان که مرا یاد می کنند من هم آنان را یاد می کنم. در راه من با یکدیگر دوستی می کنند، من هم آنان را دوست می دارم. اینان کسانی اند که هرگاه بخواهم بر اهل زمین بدی و عذاب برسانم، آنان را یاد می کنم و به خاطر آنان عذاب را از زمینیان دور می سازم. اصول کافی، جلد دوم، صفحه 496.